فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده عزیزی پرسیدن که من یک سوالی داشتم، آیا ثواب هدیه قرآن به اشخاص زنده میرسد یا نه که هدیه بکنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این سوال یک سوال نامتعارفی هست و بحثی که در این زمینه وجود داره رسید ایصال ثواب به مردگان هست نه به زندگان. درباره ایصال ثواب به زندگان هیچ گونه اختلافی وجود نداره در میان فقها و همه یک دست نظرشون این است که برای فرد زنده اساساً ایصال ثواب جایز نیست و موردی رو هم نداره. فردی زنده باشه، مثلا کسی قرآن بخوره، برای کسی که زنده هست نماز بخونه، روزه بگیره، زکات بده برای کسی که زنده هست. حتی مواردی که برای مرده جایز هست و صراحتاً اومده در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره حج، مثلا درباره عمره، این هم قید شده با اینکه این فرد باید از دنیا رفته باشه یا اینکه بیماری مزمنی داشته باشه که نمیتواند که به حج برود یا امیدی نیست که به اصطلاح سلامتی خودش رو به دست بیاره. اما این که فردی زنده و سلامت هست، حتی اون مواردی که برای مرده جایز هست و در شریعت اسلامی تعیین شده اونم به صورت کلی برای این فرد جایز نیست. یعنی ایصال ثواب به صورت کلی و اصلی برای فرد زنده جایز نیست. یک فردی نمیتونه برای کسی دیگری ایصال ثواب بکند، اعمالی رو انجام بده، اما میتونه مثلا کار صدقه‌ای رو اگر باشه، پدر و مادرش هنوز زنده هستند، یک کاری رو وقفی رو انجام میده، یک کار صدقه‌ای رو داره، میگه ثواب این عمل برای فلان انسان باشه، این جایز هست. اما در اعمال دیگر، عبادات دیگری که عبادات بدنی هستند مانند خوندن قرآن یا مانند حج رفتن، مانند نماز که خودش مکلف است میتونه انجام بده، در چنین موارد به اصطلاح ایصال ثوابی وجود نداره. و درباره مرده به صورت کلی که یعنی بحث اصلی که در این زمینه هست، ایصال ثواب برای مرده هست. آیا برای مردگان یعنی ثواب تلاوت قرآن، ختم قرآن برای مردگان میرسد یا نمیرسد؟ این مسئله هم یکی از مسائلی هست که متاسفانه یعنی یک از مسائل جنجال برانگیز در واقع تبدیل شده به این نوع مسائل. و وقتی که ما به اصل این قضیه نگاه میکنیم میبینیم که به صورت کلی درباره ایصال ثواب صدقه، یعنی صدقه ای که یک فردی برای مرده خودش انجام میده، یک مالی رو یک جای صرف میکنه، یک وقفی رو ایجاد میکند، یا یک مالی رو صدقه میدهد به خاطر مرده خودش که ثوابش به یک فرد مرده برسد. یا این که مثلا عمره باشه، فرد برای پدرش، مادرش، یکی از خویشاوندانش که از دنیا رفته میخواد عمره برود. یا این که میخواد که حجی رو انجام بده برای مرده خودش. این موارد از دیدگاه تمام فقها جایز، هیچ گونه اشکالی رو نداره. صدقه دادن، عمره رفتن و حج رفتن از دیدگاه تمام فقها جایز هست. اضافه بر این روزه گرفتن در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم اومده برای کسی که از دنیا رفته و روزی بر عهدهش بوده. فرض بکنیم زنی، یک مردی مثلا چند روز روزه قضایی بر عهدهش مونده بوده، نمیتونسته که اینو مثلا روزه بگیره. در روایت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه صراحتا اومده که من مات و علیه صیام صام عنه ولیه. این مورد هم در واقع هست اضافه شده. منتها حتی در این مورد بعضی از فقها هم اختلاف نظری دارن، منتها در حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله این ثابت هست و هیچ اشکالی رو نداره. این موارد متفق علیه است، هیچ گونه اشکالی رو در این زمینه نیست و ثابت هست از حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم و گفتار گران قدر ایشون. اما ایصال ثواب که به عنوان قرائت باشه، به عنوان قرائت قرآن باشه، مثلا کسی میخواد قرائت قرآن باشه، برای یک ختمی میگیره برای مردگان خودش، به اتفاق تمام مذاهب ائمه اربعه جمع شدن، اجتماع کردن، مراسمی گرفتن برای قرآن خوانی و بخشیدن برای مردگان، این بدعت است. یعنی خود اصل مراسم میگن ائمه مذاهب مراسمی رو گرفتن به عنوان یک از شعائر، یک از حقوق مرده، اینو قلمداد کردن. سوم هفتم که اون بازماندگان حتما بنشینند و مردمی رو بیارن در اونجا مثلا بنشینند قرآن بخونند، یا احیانا یک فردی رو اجاره بکنند و مزدی بهش بدند که بنشیند قرآن ختم بکند. به اتفاق تمام علما چنین عملی بدعت هست و جایز نیست و هیچ گونه سابقه ای رو در تاریخ اسلام در قرون مفضله
فاصله نداره، نه در زمان رسول الله، نه صحابه و نه ائمه بزرگوار ما. میمونه این که یکی بدون این که مراسمی بگیره، بدون اینکه مراسمی رو بگیرد، خودش به طور مثال مثلا فرزندی میخواد برای پدر و مادرش ختم قرآنی بکنه بدون مناسبت یا بدون اینکه در نظر داشت روز سوم یا هفتم یا چهلم یا بقیه موارد باشه، یا یک فردی میخواد برای برادرش، برای پدر و مادرش، برای خویشاوندی که از دنیا رفته بدون مناسبت، بدون اینکه در واقع جشنی رو بگیرند و مراسمی رو ترتیب بدن، میخواد قرآن بخواند و به مردگان خودش ببخشه. این در میان علما این مورد اختلاف است. عموم علما، اکثر علما اینو قیاس کردن بر همون صدقه و حج. عموم علما اینو قیاس کردن بر صدقه و حج و گفتند که جایز هست. من جمله فقهای احناف و فقهای شوافی و بسیاری دیگر از فقها گفتند که این مورد جایز هست. یک فردی بدون از در نظر گرفتن زمان، بدون از در نظر گرفتن مکان، بدون از ترتیب دادن مراسم بخواهد برای مرده قرآنی بخواند، عموم فقها اینو اجازه دادن و مستندشون فقط قیاس هست. در این مورد هیچ گونه نص صریحی از رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود نداره که دستور داده باشند چون این کاری رو بکنی یا تایید کرده باشه که شما چنین کاری رو انجام بدید. صرفاً مستند و دلیلش قیاس است، چون که صدقه دادن برای مرده جایز هست، چون که حج رفتن برای مرده جایز هست. این گروه از علما میگن که خواندن قرآن هم برای میت جایز هست. این فقط مستندش قیاس است و اینو عرض کردم که در روایات اسلامی و در نقل قولهایی که از رسول الله شده این هیچ گونه مستند و هیچ گونه دلیلی رو نداره. پس بنابراین چون که این مورد اختلافی است، خود خواندن قرآن و بخشیدن به مرده رو صرف نظر از اون به اصطلاح مراسم من قبلا عرض کردم اون به اتفاق مورد بدعت هست و جایز نیست، اما خود این عمل را، یعنی این که فرزندی قرآن بخواند برای پدر و مادرش یا برای خویشاوند خودش، این عمل را به صورت کلی ما نمیتونیم بگیم که حرام هست و ناجایز قطعی و 100% هست. و مستندی که کسانی اینو جایز میدونن همین گفتند که به اصطلاح مستندش همون قیاس هست بر در واقع صدقه و اعمالی مانند حج. و یک گروه دیگر از علما معتقد هستند که اعمال عبادی، اعمالی که ما به عنوان تقرب انجام میدهیم، اینا توقیفی هستند، به این معنی که باید از فقط و فقط از کانال الله و رسول الله صلی الله علیه و آله برای ما تدوین شده باشه یا جوازش برای ما ثابت شده باشه. نه در قرآن کریم و نه در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ما نداریم که دستور داده شده باشه برای خوندن قرآن برای مردگان، یا این که رسول الله تشویق کرده باشند، یا این که رسول الله برای مردگان برای صحابه خونده باشه، یا صحابه برای رسول الله یا برای غیر رسول الله مثلا خونده باشند، یا ائمه بزرگوار ما چنین عملی رو انجام داده باشند. در قرون مفضله ما چنین چیزی رو نداریم. این گروه از علما معتقد هستند که پس بنابراین این عمل رو نباید انجام داد، چون که مستندی در شریعت اسلامی ندارد و هیچ گونه نص صریح هم اینو تایید نمی کند. و از نظر اصولی وقتی ما نگاه بکنیم این قول راجح تری هست. در یک جایی که نص صریحی وجود نداره و ما مطمئن نیستیم که این عمل حتما میرسد به مرده، چرا باید ما چنین کاری رو انجام بدیم؟ به جای این که قرآن بخونیم برای مردگان خودمون، بیایم مواردی رو که ثابت هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم، اون چیزی رو که تشویق کردند رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، مانند صدقه دادن برای میت، مانند رفتن عمره برای میت یا حج کردن برای میت و وقف کردن اموال برای میت و ثوابش به میت برسه، وقف کردن قرآن یا کتب دینی باشه برای میت. اینها که در صراحتا دعا که قطعا یکی از بهترین موارد دعا هست، یکی از بهترین و صریح‌ترین موارد، هیچ گونه اختلافی وجود نداره که با دعا کردن برای میت به اصطلاح سود میبرد و الله متعال اینو جزء در میزان حسنات میت قرار میده. دعا کردن مورد اتفاق هست و صدقه دادن مورد اتفاق هست، حج عمره مورد اتفاق هست و عموم فقها روزه گرفتن رو برای کسی که روزه بر عهده‌اش هست، نه به عنوان روزه نفلی برای میت، این هم فقط جایز نمی، فقط در مواردی که برای یک فردی میتی روزه‌ای باشه ولیش میتونه به جای اون روزه بگیره، این مورد اتفاقی است. پس بنابراین ما باید در این زمینه اون چیزی که ثابت هست و متفق علیه هست اونو باید انجام بدیم. در حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماند که اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاث، زمانی که ابن آدم میمیرد، از دنیا میرود، عملش قطع میشه، یعنی اعمالی که به عنوان ثواب براش نوشته میشد اینا دیگه پایان مییابد مگر در 3 مورد. این 3 مورد رو هم رسول الله صلی الله
وسلم تعیین کردند که یا اینکه صدقه جاریه‌ای باشه که برای یک بعد از خودش باقی گذاشته باشه، یا علمی باشه که مردم بعد از مرگش هم از اون انتفاع میکنن، بهره میگیرن، یا فرزند صالحی باشه او ولد صالح یدعو له، فرزند صالح و نیکوکاری انسان داشته باشه که برای پدر و مادرش دعا بکنه. اینا قطعی هست. پس بنابراین میتونیم صدقه بدیم، میدونیم علم را پخش بکنیم بنابر یعنی بخشیدن ثوابش برای روح فلان میت، یا اینکه دعا بکنیم. اینا مورد اتفاقی هست. اما خواندن قرآن و بخشیدنش برای میت حداقلش اینه که مورد اختلاف فقها هست.